میشم که اگه از این ویدیو لذت بردید کانالم رو دنبال کنید و لایک کنید و یه کامنت هم برای من بذارید. برای دیدن این ویدیو بزن بریم. Let's go. خب بچه ها، توی این ویدیو من قراره بهتون بگم که بازی دریم لیگ یا همون DLS چه بازیه و راجب چیه و بخشای مختلفش رو بهتون توضیح بدم. اینم اولش بهتون بگم که کانال من ویدیو آموزشی گیم پلی دریم لیگ براتون میذاره و ویدیو آموزشی و گیم پلی دریم لیگ و ماینکرافت براتون میذاره که اول از دریم لیگ شروع کردم و با توجه به کامنتاتونم میتونم براتون آموزش بذارم و بهتون راهنمایی کنم که چیکار کنین. خب بچه‌ها، بیا این منوی اصلی بازیه که وقتی توی بازی میایم وارد بازی میشیم با یه همچین صحنه‌ای مواجه میشیم. این سکه بازیمونه، این پول بازیه، این هم الماس بازیه که سکه برای خرید بازیکن و اینا استفاده میشه و الماس هم برای ارتقا دادن بعضی از ساختمون‌ها و قفل کردن بعضی از بازیکن‌ها اینا که حالا اینا هم بهتون توضیح میدم. خب این بخشیه که اگه مثلا دیروز یا امروز مثلا یه بازی مهم، حالا یا مهم یا نه، برگزار شده باشه، بازی میاد همون نتیجه رو با روی یه دقیقه برایمون میذاره و ما میتونیم اون بازی هم بازی کنیم و در صورت وین کردن اون دست، یعنی که ببریم اون دست رو، بازی به همون 85 سکه میده و 3 بار هم میتونیم شانسمون رو امتحان کنیم. این بخش آفلاین بازیه که از نظر من مهمترین بخش بازیه. این بخش لیگیه، یعنی لیگ امتیازی. این بخش هم جام حذفیه که ما با بازی کردن و قهرمان شدن توی هر یک کدوم از اینا میتونیم الماس خیلی زیادی به دست بیاریم. الماس خیلی زیاد، مثلا در حد 100 تا، اینایی که بازم خیلی خوبه و میتونه خیلی کمکمون کنه. خب وارد این بخش میشیم که این بخش آنلاینه. این بخشیه که خود بازی چالش آنلاینی رو برای ما میذاره که یا ممکنه به صورت امتیازی یا حذفی و یا هم یه تیمی رو بهمون بده که ما خودمون هدایتش کنیم و با 3 تا شانس اون تیم رو قهرمان کنیم. این بخشیه که توی اینجا اگه با رفیقت یه کدی رو همزمان بزنی و سرچ کنی میتونی باهاش بری یه بازی دوستانه انجام بدی و لذتش رو ببری. این بخش آنلاینه که یار رندوم برات میندازه و حالا یارای رندوم میتونه خیلی ضعیف باشه یا خیلی قوی. اگه اینجا ببینید اون بالا برای من نوشته چمپیون، یعنی اگه حالا قهرمان بشید، ببرید یا حالا از این حرفا، بهت 33 تا الماس میدم. در صورت این 33 تا رو بهت میدم که 20 تا امتیاز بگیری. اینا چجوری انجام میشه؟ هر یه دونه بازی که ببریم بهم 3 تا امتیاز میده، یه دونه مساوی 1 امتیاز و باختم هیچی بهمون نمیده و ما میتونیم تا 10 تا بازی این رو هم امتحان کنیم. این بخشیه که بهمون مأموریت میده و میتونیم با توجه به مأموریتایی که حالا انجام بدیم جوایزش رو بگیریم که سمت چپی برای همه است، یعنی حالا بجز این بخش سمت چپی برای همه است و همه میتونن ازش استفاده کنن، ولی سمت راستی برای کسایی که پول دادن و حالا سیزن پس گرفتن. خب این بخش ترکیبه که ترکیب، حالا این بازیکن لجنده که حالا بعدا براتون توضیح میدم. اینا هم که با توجه به این دسته‌بندی مثلا فوروارد، هافبک، دفاع و دروازه‌بان میتونید راحت‌تر بازیکناتون رو پیدا کنید و وارد ترکیب اصلی کنید. اینجا هم که میتونی با توجه با استفاده از الماس که بهتون گفتم خیلی کاربردیه، این ترکیبا رو بخرید که حالا جلوتر بهتون نشون میدم که چجوری میتونید بخرید. اینجا هم جاییه که کاپیتان رو میتونید مشخص کنید، پنالتی زن و کاشته زن و حالا کورنر زنتون. اینجا هم بخشیه که میتونید بازیکناتون بعد هر بازی که انجام میدن خسته میشن. یعنی چی؟ یعنی که از انرژیشون کم میشه. اینجا میتونید با استفاده از این خریدا انرژی اونا رو پر کنید. یا مثلا حالا الان بازیکنای من انرژیشون پره، مثلا وقتی انرژیش تموم میشه این پایین سمت چپ گوشی، مثلا با توجه به اون قدری که انرژی نیاز داره میتونیم پول بدیم و انرژیشو پر کنیم. این بخشیه که میتونیم بازیکنامون رو ارتقا بدیم. این به حساب خودم حالا مالحه کنترل توپ و پاس و شوت و ایناشو ارتقا میده.
این بخش هم مثلا بیشتر برای دفاع و قدرت بدنی و سرعت و ایناشو بالا میبره. اینم برای گل راست و اینم برای بازیکن لژند است. اینم همون یه لحظه ببخشید، اینم همون البته این نه، این بخشیه که توی همین سال 2025 یعنی با تولید بازی حالا دریم لیگ که 2025 شو دادن بیرون به بازی اضافه شده و خیلی ها از این بخششون خوششون اومد. چرا؟ چون که توی این بخشش بازیکنای لژند و مورد علاقه قدیمیمونو میذاره که خیلی بازی رو خفن کرده. حالا اینم بازیکنای لژندشه که ما با استفاده مثلا 62500 تا دی پی میتونیم یه بازیکنش رو بخریم. باز با 1015 تا 1000 تا دی پی میتونیم حالا بازیکن بعدی و همین شکلی جوایزش رو کسب کنیم. این بخش هم سیزن پسشه که میتونیم یه دونه حالا همون کوپن یا بلیت رو با دلار بخریم و این بخش بالاییش که البته برای اونه که پول ندادن پایینیش فعاله، ولی اونه که پول دادن میتونن بالایی رو بگیرن و اون بخشی که و این بخش سمت راستیش که جوایزش هم خیلی خفن تر از سمت چپیه. خب این بخشی که مثلا ورزشگاه و کیت و خودتو میتونی درست کنی. اینجا ورزشگاهه که شما اول که بازی شروع میکنید ورزشگاهتون این شکلیه و کل ورزشگاهتون این شکلی کوچیکه و خیلی سخت، مثلا جایی که هوادارا میشینن کوتاه و به درد نمیخوره. حالا ارتقای استادیوم به چه دردتون میخوره؟ وقتی ما استادیوم رو ارتقا بدیم، هر بازی که توی استادیوم ما انجام بشه، مثلا من استادیوم رو ارتقا دادم، الان هر بازی که من توی استادیوم انجام بدم بهم 52 تا سکه میده که اگه گل زیادی هم بزنیم میتونیم تا 100 تا اینای سکه بگیریم که خیلی کاربردیه. این بخش هم وقتی که ما اول بازی شروع میکنیم میتونیم 28 تا بازیکن داشته باشیم که با توجه به اون سکه هایی که گفتم میتونیم اینو ارتقا بدیم و تعداد بازیکنای بیشتری روی نیمکتمون داشته باشیم. این بخش هم همون بخشیه که گفتم که میتونیم باهاش ترکیبای مختلف رو بخریم و الان من اگه 225 تا الماس بدم میتونم با توجه به هر چیزی که خودم دوست دارم یه ردیف از ترکیبا رو خریداری کنم و بخرم. این بخش هم بخشی که میتونیم کیت و لوگو و اسم تیممون و رنگ کفش بازیکن‌ها و شماره‌شون و فیس خودمون رو درست کنیم. حالا بخش لوگو بخشیه که این رو وقتی حالا من الان الماسش رو دادم، وقتی اینجا بزنی ازت یه مقدار الماس میگیره و میتونی این بخش رو باز کنی. وقتی این بخش رو باز میکنی با توجه به مثلا توی کانال روبیکام، اگه حالا لینکش رو توی دیسکریپشن گذاشتم، اگه بخواید بیاید توی کانال روبیکام من راجع به این کیت و لوگوها حالا بیشتر توضیح دادم و اون لینک هایی که من گذاشتم میتونید کپی کنید و بیاید اینجا بزنید و لوگوی تیم مورد علاقتون رو بخرید. این بخشم که بخش تمرینه، حالا واسید واردش شم. این بخش تمرینه که تا وقتی که بیاد حالا این توضیحات دربارش دادم که ما میتونیم توش مثلا چه میدونم پنالتی و نکنید، همینجوری اصلا آزاد بازی کنیم، کاشته بزنیم، تمرین کنیم، کورنر تمرین کنیم یا پنالتی تمرین کنیم که اینم حالا میتونه خیلی به بازیمون کمک کنه. این بخش هم بخش ستینگشه که حالا توی ویدیو بعدی توضیح میدم براتون که هر کدوم از بخشاش راجع به چیه و بهتون یاد میدم که چجوری FPS رو بیارید پایین‌تر. همونطور که میبینید اینجا میشید کشور حالا مورد علاقت، حالا من زدم ایران رو مثلا انتخاب کنید و هر کشوری که دوست دارید. اینجا هم ایموجیاییه که برای بازی های آنلاین استفاده میشه. این بخشش رو همونطور که گفتم باید دلار و این حرفا بدی. اینجا هم گلایی که سیو کردی و میتونی بیای اینجا ببینی و لذتش رو ببری. اینجا مثلا رکوردهای مثلا چرا کدوم بازی، مثلا کدوم بازی بیشترین بازی رو داشته، چند تا برد داشتی، چند تا باخت داشتی، کی بیشترین گل رو زده و کارت زرد قرمزیاتو نشون میده که کلا خیلی بازی خفنه. حالا توی ویدیوی بعدی میرم گیم پلیش رو براتون میذارم و کیفیت بازی و اینا رو براتون نمایش میدم و راجع به حالا تنظیمات و ایناش براتون صحبت میکنم. خیلی خوشحال میشم که اگه از این ویدیو خوشتون اومد
کانال ما رو دنبال کنید تا گممون نکنید و یه کامنت برامون بذارید و این ویدیو رو لایک کنید و به من انرژی بدید و تا ویدیوی بعدی از شما خداحافظی میکنم.